حالا سخن با رئیس شهر دوشنبه. پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، محترم اعضایان حکومت، حاضرین گرامی، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در سال سپری شده با هدایت و دستگیری‌های بی‌واسطه و با مقصد اجرای امر و فرمانها و دستور و سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و قرارهای حکومت مملکت جهت تامین نمودن رشد باثبات همه ساحه‌های پایتخت مملکت، عملی گردانیدن دگرگونی سازی‌ها و فراهم آوردن شرایط مساعد زندگی برای ساکنان یک سلسله کارهای نظررس سازندگی را به انجام رساندند. سال 2019 بودجت شهر در حجم 3.1 میلیارد سومانی یا 100% اجرا گردید که این نسبت به نقشه 800,000 سومانی زیاد میباشد. قسمی درآمد بودجت شهر از روی واردات انداز و پرداخت‌های حتمی 103% اجرا گردیده با بودجت 1.9 میلیارد سومانی مبلغ وارد شد که این از نقشه 54 میلیون سومانی زیاد است. در 3 سال اخیر به اقتصادیات شهر 850 میلیون دلار آمریکایی سرمایه جلب گردیده است که 180 میلیون آن به سال 2019 راست می‌آید. از مبلغ ذکر شده 83 میلیون دلار سرمایه مستقیم میباشد. با مقصد اجرای پوره نقشه قسمی درآمد بودجت، کم کردن بقیه پولی‌های انداز، راه ندادن به زیادشوی آنها و جلب بیشتر سرمایه خارجی همه چاره‌های ضروری را عملی کرده ایستادیم. در این دوره حجم مجموع محصولات شهر به 15 میلیارد سومانی رسیده، سرعت افزایش آن نسبت به سال گذشته 7.2% زیاد و حصه آن در مجموع محصولات داخلی کشور به 20% برابر گردید. افزایش مجموع محصولات از حساب زیاد شدن حجم استحصال محصولات صنعتی 121%، مبلغ‌گذاری به سرمایه اساسی 118، گردش سودا 108، مسافرکشانی 114 و بارکشانی 105% تامین کرده شد. از جانب کارخانه‌های شهر حجم استحصال محصولات صنعتی به 2.7 میلیارد سومانی برابر شده، سرعت افزایش آن نسبت به سال گذشته 22% زیاد گردید. حجم استحصال محصولات در ساحه صنعت استخراج 44 میلیون سومانی یا 3.2 برابر، صنعت کارکر 1.7 میلیارد سومانی یا 18%، استحصال و انتقال نیروی برق و گرمی و آب تامین کنی 927 میلیون سومانی یا بیش از 12% زیاد گردیده است. صادرات محصولات صنعتی شهر دوشنبه در سال حساباتی با 52 میلیون سومانی برابر شد که نسبت به سال گذشته 1.7 برابر زیاد می باشد.